روزو روزگارتان بخیر و شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم ما از مجمع ورزشی کاخ المپیک شهر دوشنبه است از بازی برای جای سوم میان دستای امانت بانک و سپر در موسم امساله سوپرلیگ تاجیکستان آید به فوتسال. البته حالا اینجا هیئت دستا روی اکرانهای ما شما پیدا میشد که در ادامه من مفصل تر روی هیئت دستا به شما خواهم گفت و همین رو میگویم که دستاها سه بازی دوئر میکنند و کدام دسته که صاحب دو غلبه می شود میتواند که صاحب نشانهای برنجی سوپرلیگ تاجیکستان آید به فوتسال در موسم امساله بگردد. در فینال مسابقه باشد دسته استقلال و سورا کمپانیا با هم دیگر بازی میکنند که این دو دسته مس در مرحله نیم نهایی مسابقه امانت بانک و سپر را از ادامه مسابقه به نصیب کرده بودند. یعنی سورا کمپانیا سپر را شکست داد و همچنین استقلال باشد بر امانت بانک مظفریت به دست آورد و این دسته ها راهی خود را به فینال هموار کردند و اکنون امروز امانت بانک و سپر مبارزه را بهر به دست آوردن نشانهای برنجی سوپرلیگ تاجیکستان آید به فوتسال در موسم امساله ادامه خواهند داد. البته ما شما را یک بازی جالب دیدن انتظار است، چون که هم سپر هم امانت بانک دسته هستند که این موسم بسیار بازی خوب نشان دادند، بازی گوارا نشان دادند و ما شما را امروز نیز در بازی میان این دو تیم یک بازی جالب دیدن انتظار است. همه چیز برای آغاز بازی آماده است و منتظر میشویم تا وقتی معین شده نیز فرا رسد. داوری اساسی بازی که امروز سهراب ستاروف است صدوشتکش را بلند کند و بازی میان دسته امانت بانک و سپر نیز از مرکز میدان شروع گردد. حالا روی اکرانهای ما شما از سرمربی دسته سپر ولی جان ولیف عموما سپر تماشابینان عزیز در بازی مرحله نیم نهایی مقابل سورا کمپانیا بسیار هم بازی خوب نشان داد و با این بازی خوبشان آنها نتوانستند که به دوری بعد گردند، چون که سورا کمپانیا از آنها دیده بازی خوبتر و بهتر نشان داد، هیئت پرقوت‌تر داشت و اکنون امروز امانت بانک می‌بینیم که مقابل سپر چگونه بازی خواهد کرد. من سپر نیز یک هیئت پرقوت دارد، هیئت خود را مکمل کرد و پس از یک موسمی که دسته در سوپرلیگ نبود این موسم می‌بینیم که چگونه آنها یک دبیوتی عالی را نیز نشان دادند. حالا اکنون عکس خاطره گرفته می شود بازیگران دسته امانت بانک، بازیگران دسته سپر و بعداً بازی باشد از مرزی میدان میان دسته امانت بانک و سپر شروع می شود و داور بازی سهراب ستاروف نیست اینجا اشاره میکند که زودترک بازی را آغاز کنند، چون که وقتی معین شده نیست فرا رسیده است و بازی نیز باید شروع گردد. بازیگران دسته امانت بانک که امروز با لباس‌های سبز با لباس‌های خاصی خود میدان دوری میکنند، بازی را از مرکز میدان شروع میکنند. دسته سپر باشد با لباس‌های سفید مقابل امانت بانک بازی خواهد کرد. باید تماشابینان عزیز به هیئت دستا متوجه میشیم و بعداً باز آیدی دیگر جزئیات‌های بازی به شما من معلومات خواهم داد و آغاز میکنیم از هیئت دسته میزبان دسته امانت بانک. در دروازه از رقم 87 مرادالله علیقلوف، دیگر بازیگران فریدون نعمتوف رقم 9، امید کوزیوف رقم 10، صابر گلیاکوف رقم 55 و رقم 8 نکروز علی محمدوف. اینا بازیگرانی هستند که در هیئت اولیه بازی را شروع کردند و دیگر بازیگرانی که در هیئت ذخیروی هستند 14 نسیم شریفوف، 7 خالد صبوروف، 77 عبادالله ناظیروف، 44 سلطان میرزویف، 23 مراد جان مرادوف. سرمربی دسته شمشاد نیتبکوف است. هیئت دسته سپر باشد چنین است در دروازه رقم 55 انتونیو رادریگو، دیگر بازیگران رقم 10 پرویز رحمتوف، 8 اقبال واسیزاده، 4 ارکین احرامزاده، 22 نظیف خان نبیجانوف. دیگر بازیگرانی که در هیئت ذخیره هستند 18 منیر سید شریفوف، 31 برونو پنترسون، 2 بهرام خواجه سید خواجه‌ف، 88 شهرت رسولزاده. سرمربی دسته ولی جان ولیف. داور اساسی بازی امروز از شهر دوشنبه سهراب ستاروف است. حالا فرصت پیدا میشد برای دسته شهر خوجند، باید متوجه بشیم به همین امکانیت و اینجا برطرف میکند بازیگری دسته امانت بانک نکروز علی محمدوف. داور اساسی بازی سهراب ستاروف از دوشنبه است. با او کمک میکنند در کنارها منوچهر زمانوف و ظهورشوی نجمیدین. اینها نیز از دوشنبه هستند. داوری که باعث سونیا سنچ برآمد میکند
سیاره سعیدова از ناحیه شمس‌الدین شاهین است. شورای شما باشد. من فریدون سفرزاده هستم. فرصت پیدا میشود برای دسته سپر. فشار آورده است از دسته شریک خوجند توسط کناری چپ هجوم دسته را اندازی میگردد و اینجا نیز میبینیم که توپ از میدان بیرون شده است و موفق نمیگردد نظیف خان نبیجانوف. فرصت پیدا میشد برای دسته امانت بانک و اینجا چگونه یک فرصت بود برای فریدون نعمتوف اما موفق نمیگردد. هر دو دسته در آغاز میبینیم که چگونه یک بازی هجومکار را نشان داده ایستادند و هر دو نیز میخواهند که در آغاز رقابت به زدن گل دست یابند. فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته سپر و مرادالله علیقلوف چنین ضربه را میتواند که برطرف کند چون که او تجربه کافی نیز دارد. این دروازه‌بان با هیئت منتخب تاجیکستان در جام آسیایی فوتسال برآمد کرد، در جام جهان برآمد کرد، گرچه که کم در میدان بود اما اشتراک در چنین مسابقه‌های سطحی بانفوذ برای مرادالله علیقلوف نیز یک تجربه خوب هم هست. و این دروازه‌بان این موسم شرف تیم امانت بانک را حمایت کرده ایستاده است و می‌بینیم که با هنر و مهارت والای خود چگونه در خط دروازه این تیم همیشه فرق کرده می‌ایستد. بسیار هم خوب سیفی انجام می‌دهد مرادالله علیقلوف. کوشش بازیگران دسته امانت بانک جو برطرف می‌کند دروازه‌بان دسته سپر. با پاسوی کوتاه به پیش می‌روند بازیگران دسته سپر. فرصت هم پیدا می‌شود، ضربه هم زده می‌شود و اینجا یک فرصتی خوب را از دست می‌دهند بازیگران دسته سپر. و پیش می‌روند بازیگران دسته امانت بانک. حالا باید متوجه میشیم به همین فرصتی که دارد دسته میزبان. و اینجا قاعده بازی را ویران میکند اکنون ارکین احرامزاده. امید کوزیف در نزد توپ است. امید کوزیف یکی از بازیگران کلیدی دسته امانت بانک است. حالا باید متوجه میشویم. پس میدهد و برطرف میکنند بازیگران دسته سپر. حالا هم فرصت دارند بازیگران دسته امانت بانک اما اینجا میبینیم که موفق نمیگردند. ضربه کنجی توپ بازی در آورده شد. ضربه که اجرا کرده می شود از جانب فریدون نعمتوف. بالاتر از دروازه تو میدان را ترک می کند. دسته سپر تماشابینان عزیز در مرحله نیم نهایی مسابقه از سورو کمپانیا در دوشنبه با حساب 6-3 شکست خورد و آنجا از هیئت این دسته رافائل کامیلو، ادواردو اگنالدو و پرویز رحمتوف گل‌ها را به ثمر رسانیدند. و امروز ما در هیئت دسته سپر ندیده ایستادیم رافائل کامیلو و ادواردو اگنالدو، دو بازیگری که این موسم بسیار کارها را برای دسته سپر انجام دادند، نه در هیئت ذخیروی هستند و نه در هیئت اساسی. بعدا در بازی دوم در خوجند دسته سپر با حساب 1-3 از سورو کمپانیا شکست خورد و به همین ترتیب از حساب 2 غلبه سورو کمپانیا به فینال برآمد. سپر باشد برای جایزه مبارزه را ادامه می‌دهد. و اونجا یگانه گل سپر را ادواردو اگنالدو به ثمر رسانیده بود. شاید پس از آنکه که سپر به فینال نبرآمد، هدف و مقصد دسته شاید به فینال برآمدن بود و به همین ترتیب از این بازیگران شاید آنها را جواب داده باشند را پرتی دسته و یا شاید برای بازی جوابی در خوجند کمی هم باشد آنها را استراحت میدهند تا در بازی جوابی توانند که مقابل امانت بانک بازی خوبش را نشان میدهند. اینجا من در نظر دارم رافائل کامیلو و ادواردو اگنالدو را.
دسته امانتبانک باشد تماشابینان عزیز. در بازی اول از استقلال در همین میدان با حساب 4-2 شکست خورد و اونجا از هیئت امانتبانک امید کوزیف و صابر گلیاکوف گل‌ها را به ثمر رسانیدند و بعدا در بازی جوابی که بود باز هم در همین میدان صورت گرفت و اونجا امانتبانک با حساب 2-1 از استقلال شکست خورد و در همان بازی امید کوزیف یگانه گل امانتبانک را به ثمر رسانید. پیش از راه یافتن به مرحله نیم نهایی باشد تماشابینان عزیز، دسته سپر استرافشان را شکست داد و به مرحله نیم نهایی راه یافت. دسته امانتبانک باشد بر تیم دانشگاه ملی تاجیکستان مظفریت به دست آورد. فرصت پیدا می شود برای دسته سپر و حساب گشوده می شود. در آخر امروزه مؤلف گل می گردد اینجا پرویز رحمتوف. 1-0. اولین شده بازیگران دسته سپر حساب را باز کردند و میبینیم که چگونه ضربه قوی بود از جانب و تماشابینان عزیز. ما در مورد دو لیگنر دسته سپر که اینجا گفتیم که آنها امروز در میدان نیستند، آنها بنابر سبب سلب صلاحیت در میدان نبودند و در بازی جوابی ما آنها را در میدان خواهیم دید. البته نبودن دو بازیگر کلیدی دسته سپر که این موسم با هنرنماهای شایسته خود توانستند که به سپر چی موفقیت ها آورند و دسته را تا به همین مرحله ها آورده رسانند، اکنون امروز آنها در این بازی بنابر سبب سلب صلاحیت نمیتوانند به دسته خود کمک کنند. یک فرصت دیگر بود برای دسته سپر. فشار ادامه دارد از جانب دسته شهر خوجند. امکانیت هست برای زدن ضربه، پس داده می شود از جانب اقبال واسیزاده و میبینیم که موفق نمیگردند. اینجا اعتراض میکنند به داور کناری. باید به همین حالتی تکرار متوجه میشیم که چگونه ضربه زده شد. اینجا اشاره می شود که توپ به دست بازیگر دسته امانتبانک رسیده است. در همین فرصت ببینید که توپ به دست فریدون نعمتوف رسیده اما داور خاموش است. به همین ترتیب امروز ادواردو آرنالدو، رافائل کامیلا بازیگران برزیلی دسته سپر بنابر سبب سلب صلاحیت یعنی زیاد گرفتن کارت‌های زرد نمیتوانند که در بازی مهم مقابل امانتبانک به دسته خود کمک کنند. یک فرصت دیگر پیدا می شود اینجا برای منیر سید شریفوف، اما میبینیم که چگونه از همین فرصت استفاده برده نمیتواند. میتوانست که با یک رسش توپ را به دروازه مرادالله علی خلوف روان کند اما چنین نشد. تکرارا همین حالت به ما شما نشان داده می شود. ضربه که از جانب اقبال واسیزاده بود و چگونه اون را برطرف کرد مرادالله علی خلوف. بعدا اندک رسش توپ به دست بازیگر امانتبانک نیز احساس شد. اقبال واسیزاده نیز در خطای لیگنرهای برزیلی این موسم از بازیگران کلیدی دسته سپر است و اون نیز به حیث یک لیدر یا خود یک پیشوا در دسته سپر بسیار هم بازی خوب و شایسته نشان داده است.
کوشش بازیگران دسته امانتبانک توسط کناری راست و انجام موفق نمیگردد. عبادالله نوزیروف تو به بازی در آورده می شود. فشار میران بازیگران دسته امانتبانک و ضربه که بود از جانب فریدون نعمتوف. میبینیم که پهلوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. یک فرصتی دیگر پیدا می شود برای دسته سپر و میبینیم که اینجا موفق نمیگردند بازیگران این تیم. زود اکنون فریدون با صورت بلند توپ را گرفته به پیش میشود. فرصت پیدا می شود برای دسته امانتبانک. ضربه زده می شود و اینجا برطرف میکند آنتونیو رودریگو دروازه‌بان دسته سپر. زود به هجوم جوابی گذشته نمیشوند بازیگران سپر و توپ را با خوبی بازیگران دسته امانتبانک امکانیت هم پیدا می شود برای زدن ضربه و گل. حساب 1-1 می شود. تماشابین عزیز، سلطان میرزایف بازیگری که از ذخیره به میدان آمد اینجا میتواند که حساب را برابر کند. پس از فشار آوری که داشتند بازیگران دسته امانتبانک میبینیم که موفق به زدن گل نیز میگردند. پس رو فریدون نعمتوف انجام میدهد و با یک ضربه خود میتواند که توپ را تسلیمی دروازه آنتونیو رودریگو نماید. سلطان میرزایف 1-1 میشود بازی. بسیار بازی جالب و تماشاباب و سر هجوم و سر گل را در آغاز رقابت الکی از اجرای بازیگران دسته امانتبانک و سپر دیده ایستادیم. زود از اوت به بازی در آورده می شود. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانتبانک. البته امانتبانک امروز باید همه جد و تلاش خود را کند تا در این بازی موفقیت به دست آورد. به چه خاطر؟ به آن خاطر که امروز آنها در خانه خود بازی کرده ایستادند. این موسم مجمع ورزشی کاخ المپ میدان خانگی دسته امانتبانک است. گرچه که این میدان اساسی دسته فوتسال استقلال است، اما امانتبانک نیز این موسم بازی را در همین مجمع برگزار کرده است و باید امانتبانک امروز در میدان خانگی خود هم از زور و توانی که دارد نشان میدهد تا آنها توانند که بازی را به فایده خویش جنببست کنند. چون که در بازی دوم در خوجند آنجا شاید برای دسته امانتبانک مشکل باشد. سپر در خانه خود بسیار هنرنمایش رو نشان میدهد این موسم. فرصت پیدا میشود برای دسته امانتبانک. ضربه پای همی بازیگران این تیم رو میبینیم و میبینیم که چگونه پای هم برطرف کرده ایستادند بازیگران دسته سپر. احساس شده است از سایت دسته سپر موقعی که اونجا ادواردو آرنالدو و رافائل کامیلا بازی میکردند. یکی باعث هجومکار که هر یک حمله را میتوانست به گل تبدیل بدهد و یکی باعث بازیگری بازیساز. و با همراهی اقبال واسیزاده این سه گونه این موسم بسیار هم هنرنمایش رو نیز داشتند. فرصت بود برای بازیگران دسته سپر و می‌بینیم که ضربه پهلوتر از دروازه میدان را ترک می‌کند. مراد علیکلوف زود توپ را به بازی درآورد. کوزیوف
با پاسوی کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته امانت بانک. خالد صبوروف پاسیو به قفا، پس به کناری راستی میدان به سمت امید کوزیوف. دوباره با خوبی اقبال واسی زاده و اینجا قاعده بازی رو ویران میکند بازیگر دسته امانت بانک و واسی زاده باشد. به داور اعتراض میکند که باید جزا داده شود این بازیگر که صد راه هجومی آنها شد، اما داوران خود میدانند که چگونه قرار برآورند. البته هر کس باید در میدان کاری خودش را اجرا کند، یعنی داور داوریش را کند، بازیگر باشد بازیش را. و در همین فرصت ببینید که چگونه قاعده بازی رو ویران کرد صابر گلیاکوف. حتی جای اعتراضی بازیگرانی دسته سپر از اینجا درست هم هست که چگونه صدیرایی هجوم این دسته شد و چگونه دغلانه قاعده بازی رو ویران کرد. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته سپر است و باید متوجه بشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته شهری خوجند. داور اجازه میدهد ضربه مستقیم اجرا کرده می شود از جانب اقبال واسی زاده از جانب کاپیتان دسته سپر، اما بالاتر از دروازه توپ میدان را ترک میکند. ده دقیقه بازی پس سر شد، حساب 1-1 مساوی است. از سایت سپر پرویز رحمتوف گل زد، از سایت امانت بانک باشد سلطان میرزویف. فشار میارند بازیگران دسته امانت بانک توسط کنارهای راست و چپ توسط مرکز پیوسته فشار آورده استند بازیگران این تیم. فرصت هم پیدا میشود برای آنها و دفاعگران دسته سپر زود همین موقع را برطرف میکنند، اما توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته امانت بانک است. امید کوزیوف اینجا پاس داد به همدسته خود به صابر گلیاکوف، اما گلیاکوف باشد اینجا توپ را اداره کرده نتوانست و توپ باشد ترک میدان کرد. فرصت دیگر باره برای بازیگران دسته امانت بانک پیدا میشود. اینجا یگان قاعده ویران کننده سود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته سپر. فرصت هم پیدا میشود و اینجا اکنون منیر سعید شریفوف نمیتواند که موفق بشود تا دوباره توپ را به رحمتوف پاس بدهد. از اوت به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته امانت بانک. بسیار هم خوب رحمتوف اقبال واسی زاده زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته سپر. فرصت هم پیدا می شود و در همین گونه امکاناتی که برای منیر هم دستایش فراهم آورده است میبینیم که این بازیگر موفق نشده ایستاده است. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانت بانک. اینجا نکروز علی محمدوف تلاش کرد موفق نگردید، یعنی موفق گردید که پس بدهد، اما هم دستش اونجا آن فرصت رو درست استفاده برده نتوانست. نکروز اینجا کوشش کرده است به تنهایی. فرصت هم پیدا میشود برای بازیگران دسته امانت بانک، اما با یک رسش میتوانست که توپ را تسلیم دروازه سپر کند بازیگر این دسته، اما موفق نگردید. از سایت دسته امانت بانک تماشابینان عزیز سلطان شاه میرزویف امروز باید احتیاطکار باشد تا کارت زرد نگیرد، چون که کارت زرد نوبتی میتواند که باعث کرده تا او در بازی آینده به دستش کمک نکند. به همین منوال از سایت دسته سپر نظیف خان نبیجانوف نیز باید در میدان احتیاطکار باشد. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانت بانک اینجا موفق نمیگردند. زود توپ را به بازی می‌دارد صابر گلیاکوف. دوباره به خوبی بازیگران دسته سپر. فرصت پیدا می‌شود، امکانات هست برای زدن ضربه و موفق نمیگردد. در همین فرصت ارکین احرامزاده
کوشش نوبتی بازیگران دسته امانتبانک توسط کناری راست هجوم دسته را اندازی گردیده است پس به قفا به سمت صابرگل یکوف بود توسط کناری چپ کوزیوف موفق نمیگردد زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته سپر فرصت هم هست برای بازیگران این تیم و به تنهایی کوشش کرد اینجا ارکین احرامزاده اما موفق هم نگردید زود از اوتو به بازی درآورده می شود از جانب سبزپوشوی امانتبانک و پس کوتاه به پیش می روند بازیگران دسته امانتبانک سیرم خوب فرصت پیدا می شود برای دسته امانتبانک و ضربه که بود از جانب نکروز علی محمدوف ببینید که چگونه برطرف می کنند بازیگران دسته سپر اگر اندک دیگر قوی تر ضربه می زد نکروز شاید توپ در داخلی دروازه سپر می بود شاید کارگردان همون حالتی تکرار را باز هم به موش پیشنهاد کنند ولی همین طور هم میکنند ببینید که چگونه ضربه زد نکروز دروازه‌بان آنتونیو رودریگو به توپ رسید و توپ باشد باز هم به سمت دروازه رفت نزدیک بود که وارد آن شود و بازیگر دسته سپر آن را برطرف کرد استادیوم مربیان دسته استقلال را میبینیم که به تماشای این بازی آمدند گرچند که دیگر امانتبانک و سپر با تیم آنها بازی نمیکند آنها در فینال هستند اما آنها میخواهند که از تماشای چنین بازی زیبا بی‌نصیب نمانند صابرگل یکوف بسیار خوب فرصت پیدا می شود برای دسته امانتبانک پیروزبک مرادوف دروازه‌بان دسته استقلال نیز در بازی است دروازه‌بانی که در مسابقه جام جهانی فوتسال در مسابقه جام آسیا یکی از چهره‌های اساسی در تیم منتخب تاجیکستان بود کوشش های بازیگران دسته امانتبانک بدون نتیجه است با توپ به سالو اقبال واسیزاده به پیش می رود توسط کنار شب پس به قفا امکانیت برای بازیگران دسته سپر دیگر بار با توپ از کاپیتان دسته و می‌بینیم که حکم نشینی کرده استند بازیگران دسته سپر فشار نیز خیلی زیاد بشود از جانب بازیگران دسته امانتبانک ضربه هم زده می‌شود و اینجا چگونه فرصت بود نزدیک بود که از دست دادن توپ اقبال واسیزاده بر اینجا ببینید که چگونه یک فرصت بود بر ضرر دسته خود تیم یابد اگر همین فرصت رو به گل تبدیل می‌داد اینجا سلطان میرزایف حالا اندک خود را خوب احساس نمی‌کند اقبال یاری تیبی رسانیده می شود به کاپیتان دسته سپر ضربه اجرا کرده می شود از جانب فریدون نعمتوف برطرف میکنند دفاعگران دسته سپر 6 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام قسم اولی بازی البته این 6 دقیقه می تواند که حتی 16 دقیقه ادامه کند اندک بازیگران اکنون
تشنگی خود را برطرف میکنند و ما شما باشد به لحظه جالب متوجه میشویم. به همان فرصتی که گل زد پرویز رحمتوف، ببینید که چگونه هجوم دسته سپر راه اندازی گردید، چگونه توپ به دروازه دسته امانت بانک زده شد با ضربه قوی پرویز رحمتوف و بعدا متوجه میشیم به همان فرصتی که فریدون نعمتوف پاس داد و سلطان میرزایف باشد توپ را به دروازه سپر زد و حساب را باشد برابر نمود. بازی ادامه می‌یابد. آنتونیو رودریگو از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. پاسی به پرویز. توپ را داشته می‌گیرد مرادالله علیکولوف. زود پاس می‌دهد به نسیم شریپوف. توسط کنار چپ کوشش بازیگران دسته امانت بانک. پاس به کنار راست. نسیم. فریدون حالا با توپ است، امکانی زدن ضربه هم داشت اما چنین نکرد. پاسی به سلطان میرزایف. بسیار هم خوب امکانیت پیدا می شود برای میرزایف. ببینید که چگونه با یک اصولی جولی پاس میدهد فریدون نعمتوف به سلطان میرزایف، اما میرزایف باشد موفق نگردید. با پاسهای خود اندر یک دیگر به پیش می روند بازیگران دسته امانت بانک. فرصت هست برای بازیگران امانت بانک، اما اینجا امکانی ضربه زنی به آنها دست نداد. و ببینید که چگونه گلی زیبا اینجا زده می شود از جانب فریدون نعمتوف. حساب 2-1 به فایده امانت بانک می شود. بسیار هم خوب اینجا کنجی پایانی دروازه آنتونیو رودریگو را به نشان می گیرد با ضربه استواری خود فریدون نعمتوف. حساب 2-1 به فایده امانت بانک می شود. باید متوجه میشیم که چگونه از همین موقع ضربه زد فریدون. بسیار هم یک ضربه قوی، بسیار هم یک ضربه استوار، بسیار هم یک ضربه دقیق از جانب فریدون نعمتوف، بازیگری که در گل اول پس گل‌آور به سلطان میرزایف انجام داده بود. حالا باشد خود میتواند که اکنون اینجا حساب را 2-1 کند. کوشش بازیگران دسته سپر آنها میخواهند که زود به همین گل پاسخ گردانند، اما چنین نمیشود. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. امکانیت هست اینجا برای عبادالله ناظرف، اما که بیشتر توپ را در اختیار خود نگاه داشت و آن را برطرف کردند دفاعگران دسته سپر. سلطان میرزایف اینجا توپ را به بازی می‌درآورد. امید کوزیف توسط کنار راست هجوم دسته امانت بانک. ضربه امید، یک فرصت دیگر پیدا می‌شود و این ضربه که از جانب میرزایف بود بالاتر از دروازه تو میدان را ترک می‌کند. بسیار فرصت خوب پیدا شده استودان برای بازیگران دسته امانت بانک. بسیار خوب بازی می‌کند در همین مورد کوزیوف. بسیار خوب همین حالت رو برطرف کرد دروازه‌بان سپر آنتونیو رودریگو. و بعداً ضربه که از جانب میرزایف بود بالاتر از دروازه تو میدان رو ترک کرد. ضربه دیگری امید کوزیوف توپ رو داشته میگیرد باز آنتونیو رودریگو.
муродулло аликулов васиюба мирзоев тавассути канори чап ҳуҷуми дастаи амонатбонк идома меёбад. موفق نمیگردد فریدون. زود با هجوم ایجابی میگذارند بازیگران دسته سپار و اینجا مورودلو علیکولوف میتواند که همین فرصت رو برطرف کند. بسیار امکاناتی خوب بود اینجا برای ارکین اهرامزاده، اما اندک سرعتش پستی کرد و از موقع خود بیرون شدن مورودلو علیکولوف نیز اینجا بسیار با مورد بود. عوض کرده میشود امید کوزیوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته سپر. اقبال واسی سودا تلاش کرده است برای خوبی آنها. توسط کنار راست هجوم دسته سپر. از ضربه که بود پالوتر از عروضه تو میدان رو ترک میکند. کوشش نوبتی بازیگران دسته سپر. پرویز بسیار بر قفا. یک دقیقه دیگر باقی میمونه تا انجام قسم اولی بازی و میبینیم که بازیگران سپر نتیجه رو برابر کردن میتوانند و یا امانت بانک و برتری به تنفذ می رود. خوب است پرویز رحمتوف. نه چندان نصیب شیدی است. بازی را ادامه داده میتواند.
آن که اوسه میبردارد بازیگر دسته امانت بانک نکروز علی محمدوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانت بانک. بخت نیز به خاتمه خویش نزدیک است. و تمام. صدای اشتراکی سهراب ستارов بلند می شود و قسم اولی بازی با حساب 2-1 به فایده امانت بانک خاتمه می یابد. از سایت این دسته فریدون نعمتوف و سلطان میرزایف گل زدن. یگانه گل سپر باشد پرویز رحمتزاده. تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به مجمع ورزشی کوخ المپ برمیگردیم. یک جای قسم دومی بازی را تماشا میکنیم. آنجا بازی باز هم جذاب‌تر خواهد بود. برو همراهی کنید.
тамошобинон азиз ба қисми дуюми бозӣ миёни дастаҳои амонатбонк ва сипар бармегардем ба маҷмӯаи варзиши кохи олимпии шаҳри душанбе. қисми аввали бозӣ миёни ин ду даста бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи амонатбонк хотима ёфт ва сайти дастаи амонатбонк онҷо голҳоро Султон Мирзоев ва Фариду Неъматов ба самар расониданд. ягона голи сипарро бошад Парвиз Раҳматов онҷо муаллифи номи хеш кард. Умуман дар қисми аввалин шуда бозигарони сипар гол заданд ва баъдан мо дидем ки бозигарони дастаи амонатбонк камбек карданд ва бо бартарӣ ба танаффус рафтанд. ҳоло бошад бояд ба ҳайати дастаҳо дар нимаи дуюми бозӣ ошно мешавем. аз сайти дастаи амонатбонк оғоз мекунем. рақами 87 Муродулло Алекулов, 9 Фариду Неъматов, 10 Умед Кузиев, 55 Собир Гуляков, 8 Некрӯз Алия Аҳмадов ва дигар бозигароне ки дар ҳайати захира ҳастанд 14 Шарипов Насим, 7 Холид Сабуров, 77 Ибодулло Нозиров, 44 Султон Мирзоев, 23 Муродҷон Муродов, сармураббии даста Шамшод Ниятбеков. ҳайати сипар чунин аст: дар дарвоза 55 Антонио Родриго, 10 Парвиз Раҳматов, 8 Иқбол Восизода, 4 Эркин Эҳромзода, 22 Назифхон Набиҷонов, дар захира 18 Мунир Саидшарифов, 31 Бруно Пентерсон, 2 Баҳромхоҷа Саидхоҷаев, 88 Шуҳрат Расулзода ва сармураббӣ бошад Валиҷон Валиев аст. дар қисми аввали бозӣ мо сефои олӣ дарвозабони ҳарду тимро дидем. дар чанд ҳолат Муродулло Алекулов дарвозаи худро аз гол эми нигоҳ дошт ва дар чанд фурсати дигаре ки буд Антонио Родриго чунин фаъол буд. фурсат пайдо мешавад барои дастаи сипар ва ҳисоб 2-2 баробар карда мешавад. дар оғози қисми дуюми бозӣ мебинем ки бозигарони дастаи сипар гол мезананд ва Эркин Эҳромзода инҷо муаллифи гол мегардад. дар аввалин ҳамле ки доштанд бозигарони сипар мебинем ки чӣ гуна муваффақ мешаванд. бисёрам хуб ҳуҷуми даста роҳандозӣ гардид. пас аз ҷониби Эркин ба самти Иқбол буд. Иқбол бошад дигар бора тӯбро ба Эркин Эҳромзода пас медиҳад. ӯ бошад тӯбро ба дарвозаи Муродулло Аликулов зад. аз канори рости майдон тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. ва бинед ки дар ҳамин фурсат чӣ гуна сефи олӣ анҷом медиҳад Антонио Родриго. умуман ин мавсим ҳама он бозигарони хориҷӣ ё худ легионере ки сипар ба ҳайати худ ҷалб кард бисёрам бозии муҷалло нишон дода исторанд. аз дарвозабон сар карда то Эдуардо Агналдо ва легионери дигаре ки дорад дастаи сипар, яъне Рафаэл Камило, ҳарду бозиҳои бисёрам хуб нишон дода истоданд. Антонио Родриго аз дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи амонатбонк бидуни натиҷа аст. босам фишор меоранд бозигарони дастаи
امانتبان. کوزیوف ضربه میزند، ضربه قوی اما میبینیم که دقیق نیست. حالا در همین فرصت میبینیم که کوزیوف در مبارزه با نظیف خان نبیجانوف بهر دریافت توپ اندکی اوسه میبردارد. یوری تیبی حالا به امید کوزیوف رسانیده میشود. و پس کوتاه به پیش می روند بازیگران دسته امانتبانک. حساب برابر شد و اکنون آنها تلاش کرده استند که باز هم در حساب پیشگام شوند. و من بالاتر گفته گذاشتم که امانتبانک که امروز آنها صاحبان میدان هستند باید در بازی اول همه جد و تلاش خود را کنند تا بازی البته توجیه با برتری آنها به انجام رسد، چون که بازی دیگر در خوجند شاید آنجا برای دسته امانتبانک دشوار افتد. بازگشت لیگ نیرونی دسته سپر در آن بازی کامیلو و ادواردو اگنالدو میتواند که باز هم بازی سپر را جانناک گرداند. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانتبانک فشار بیشتر می شود از جانب تیم سپر. تلاش کرده است اینجا نظیف خان بهر دریافت توپ و اکنون موفق هم میشوند بازیگران دسته سپر تا توپ را صاحب بگردند. واسید زاده اینجا قاعده بازی مقابلی و ویران کرده می شود. و در همین فرصت ببینید که چگونه هدفمندانه ضربه میزند به پای بازیگری دسته سپر عبادالله نظیروف. و هر صورت خوب است اقبال واسیزاده میتواند بازی را ادامه بدهد و ضربه جریمه‌ای اکنون توپ به بازی در آورده می شود. به بازیگری دسته امانتبانک نیز یگان جزا داور نمیدهد بهر همین قاعده ویران کنی. موقعیت میگیرد مرادالله علیکولوف دروازه‌بان دسته امانتبانک. ضربه اجرا کرده می شود و می بینیم که پهلوتر از دروازه. دسته که دو غلبه به دست می آورد پس می تواند که در موسم امساله سوپرلیگ تاجیکستان آید به فوتزال صاحب نشانهای برنجی گردد. در فینال مسابقه باشد تماشاگران عزیز گفتیم دسته های استقلال و سورو کمپانی با هم دیگر بازی میکنند. بازی فینالی باشد روزهای 12 و 13 می به نقشه گرفته شده است و اونجا نیز دسته که دو غلبه به دست میارد پس میتواند که عنوان قهرمانی را صاحب شود. قهرمانی فعلی مسابقه دسته استقلال است. عموما در موسم گذشته همه جایزه‌ای که بود فوتبالبازان استقلال آن را به دست آوردند که این جایزه ها برای دسته البته جایزه های تاریخی نیز بود، چون که بار اول دسته در سوپرلیگ غالب گردید. بار اول دسته سوپر جام تاجیکستان آید و فوتسال را به دست آورد. عموما دستاوردهای تاریخی برای استقلال در موسم گذشته بودند. و چهار دسته که امسال در سوپرلیگ
بازی بهترین خود را نشان دادند تا به همین مرحله رسیدند، یعنی دستای استقلال، سورو کمپانیا، سپر، امانت بانک. 4 دسته بهترین نمود در موسم سال 2025 در سوپرلیگ همین دسته هستند. بعدا در این میان ما دسته ایستر روشن، دسته دانشگاه ملی که این دسته نیز امسال تأسیس یافت و بسیار هم بازی خوب داشت. و در این میان خوجان و ریگر نیز توانستند که از گروه به مرحله پلی آف مسابقه راه یابند. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانت بانک بدون نتیجه است. توپ را به خوبی بازیگران دسته سپر، اینجا اکنون موفق نمیگردد بازیگری این دسته. مرادالله علیکلوف از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته امانت بانک بدون نتیجه است، چون که فریدون معطوف توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. و یک فرصتی که بود برای بازیگران دسته امانت بانک، ببینید که چگونه موفق نگردیدند. فرصت پیدا می شود برای دسته امانت بانک. نکروز پسی به خفا، فریدون، کوشش فریدون، امکانی زدن ضربه هم هست اما از پای می افتد فریدون معطوف و دوباره اشاره میکند که قاعده بازی در همین موقع ویران شده است. حالا بیاید به همین فرصت متوجه بشیم که بازیگران دسته امانت بانک آن را چگونه استفاده میکنند. داور اجازه میدهد. پسی فریدون ضربه اجرا کرده می شود اما بلندتر. خواستن یک بازیگزاری را اینجا اجرا کنند بازیگران دسته امانت بانک، اما به مقصد نرسیدند.
فرصت برای دسته سپر. ضربه اجرا کرده می شود. آن را برطرف می کند مرادالله علیکولوف. عبادالله پس به قفا. فریدون، نکروز و در همین فرصت موفق نمی گردد نسیم شریپوف. عبادالله، نکروز، امید بسیار هم با یک دیگر بازی خوب نشان داده ایستادن. توپ با اقبال زود به هجوم ایجابی میگذارند بازیگران دسته سپر. از یک نفر گذشت اقبال پس او به هم دسته خود فرصت هم پیدا می شود و در همین امکانیت چگونه موفق نمیگردند بازیگران دسته سپر. بسیار هم یک فرصتی خوب بود، بسیار هم یک بازیگزاری عالی بود در اجرای اقبال واسیزاده. ببینید که چگونه همه رو گذشت، پس داد به هم دسته خود. اشتباه از جانب دفاعگری امانتبان بود و در همین میان درست‌تر توپ را به دروازه مرادالله علیکولوف روان کرده نتوانستند بازیگران دسته سپر. یک امکانیت دیگر پیدا می شود برای ارکین اهرامزاده، اما ضربه که زد برطرف میکنند آن را از جانب امانتبانک. موفق نگردید در همین فرصت نکروز. مرادالله، توسط کنار راست کوشش بازیگران دسته امانتبانک. پس که به سمت امید کوزیف بود، اینجا امید آن را گرفته نتوانست. تو را به خوبی بازیگران دسته سپر فرصت پیدا می شود برای زدن ضربه هم اجرا کرده می شود و مرادالله علیکولوف می تواند که باز هم دروازه خود را اینجا نگاه دارد. گرچه که دو توپ را از داخل دروازه گرفت مرادالله، اما ببینیم که در چند فرصت هایی که اینجا دارند بازیگران دسته سپر آنها را برطرف می کند. 5-6 سیف انجام داد الکی در آخرین روز مرادالله علیکولوف. بازی که دستا باید در خوجان دایر کنن، حالا وقت و ساعتش معین نیست و بعدتر از جانب لیگ فوتسالی تاجیکستان آن اعلان کرده می شود. کوزیف موفق نمیگردد اینجا. زود اقبال اکنون با سرعت بلند توپ را گرفته به هجوم میگذارد، پس او به هم دسته خود و باز هم موفق نمیگردد ارکین اهرامزاده. بسیار هم فاول است در واخر امروزه اقبال واسیزاده. فریدون توپ را به خوبی بازیگران دسته سپر.
امکانیت هم پیدا می شود. ضربه اجرا کرده می شود واسه فیولی. نوبتی از جانب مرادالله علیکولوف. با هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته امانتبانگ، اما موفق نمی شود اینجا فریدون نعمتوف تا از رقیب گذرد. نظیف خان نبی جانوف اندک خود را بعد احساس می کند. ده دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی بازی. اندک اوسه میبردارد انتونیو رودریگو دروازه‌بان دسته سپر. به نظر میرسد که اوسه باش اندک جدی تر است. یوری تیبی به او رسانیده می شود. ایواز کرده می شود فکر میکنم اینجا انتونیو رودریگو و بجای او دروازه‌بان دیگری دسته وارد میدان می شود. بهرام خواجه، سعید خواجه‌ایف. نکروز علی محمدوف با پیش می رود. بازم اوسه می بردارد اینجا انتونیو رودریگو. دروازه‌بان دسته سپر اندک اوسه برداشته بیرون از میدان شده بود و میدان برگشت و میبینیم که باز هم اوسه میگیرد بازیگری مذکور.
اندک عصبی می شود اینجا سرمربی دسته سپر ولی جان ولیف. اینجا کارت زرد نشان داده می شود با سرمربی دسته سپر. نکروز سرم خوب پس اجرا کرده می شود. فریدون ضربه او برطرف می کند. در همین فرصت این حالت رو بهرام خواجه سعید خواجه‌ایف. حالا اینجا بازیگر دسته امانتبانگ سیب گرفته است. باز با او یاری تیبی رسانیده می شود. به نظر می رسد که سیبش جدی است. باید متوجه میشیم که چگونه اینجا در همین فرصت نکروز سیب گرفته است. بیرون از میدان با او کمک رسانیده می شود. با جای امید وارد میدان می شود. اقبال توپ را به بازی می درآورد. توپ را به خوبی بازیگرانی دسته امانتبانگ، اما اینجا قاعده بازی ویران کرده شد مقابل اقبال. کارت زرد نیز اکنون داور اینجا از جبهه خود بیرون میکند. صابرجان گلیاکوف کارت زرد میگیرد. و در همین فرصت ببینید که چگونه قاعده بازی را ویران کرد مقابل اقبال واسی زاده. پرویز رحمتوف اکنون اینجا از همین حالت توپ را به بازی خواهد درآورد. پس به کنار چپ فرصت هم پیدا می شود برای بازیگران دسته سپر، اما میبینیم که اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته امانتبانگ. مرادالله بسیار هم خوب و در همین فرصت موفق شده نمیتواند اکنون نسیم شریفوف. پرویز زود توپ را به بازی می درآورد. برگشته است به میدان انتونیو رودریگو. موفق نشد در این فرصت ارکین احرامزاده. اندک نافهمی میانی بازیگرانی سر میزنند، میانی ارکین و فریدون.
مرادالله از دروازه توپ را به بازی می‌درارد. قسم دومی بازی نسبت به قسم اولی بازی اندک می‌بینیم سرعت بازی پستر گردیده است. در قسم اول بسیار هم دستا بازی هجومکار و بسیار هم یک بازی کشاد را نشان می‌دهد، اما در قسم دوم چنین به نظر نرسیده ایستاده است. کوشش نوبتی بازیگران دسته امانتبان بدون نتیجه است. تایم اوت گرفته می شود. 5 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی بازی. حساب مساوی 2-2 است. بازی ادامه می‌یابد. بازیگران دسته سپر از کنار میدان توپ را به بازی می‌درارد و در این موقعیت است نظیف خان نبیجانوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته سپر بدون نتیجه است. اقبال توپ را دیگر بار به دست برمیگرداند. طالب متوجه میشه امکانیت است برای بازیگران دسته سپر. پرویز پسی به کنار، فرصت هم هست، ضربه اجرا کرده می شود و گل. حساب اکنون 3-2 می شود. در همین فرصت ببینید که چگونه موفق به زدن گل می شود نظیف خان نبیجانوف. باید به همین فرصت بار دیگر متوجه میشیم که اندک پس کارگردان به ما شما نشان میدین. پرویز پسی به کنار چپ، ضربه که از جانب نظیف خان بود بسیار هم قوی، استوار، دقیق بود و آن را برطرف کرده نتوانست مرادالله علیخلوف. حساب 3-2 به فایده دسته سپر شهر خوجند می شود.
کوشش امید کوزیوف از چند نفر گذشت اما توپ را در نزد پای گرفتند بازیگران دسته سپر. فرصت پیدا می شود. پرویز رحمتو با توپ از پسیو و توپ را داشته می گیرد. اکنون اینجا مرادالله علیکولوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته سپر بدون نتیجه است. اندک سرعتی بازی اکنون بلندتر می شود. حالا اینجا اکنون کمک میکند پرویز به همدسته خود به آنتونیو رودریگو. بازی ادامه می‌یابد با توپ از اقبال واسطزاده، یکی از بازیگرانی که امروز گرچه که گل نزد اما با حیث یک بازیگری بازی ساز در هیئت سپر بسیار هم فعالمندی نشان داده است از خود اقبال واسطزاده. نکروس اینجا در مبارزه با اقبال از او توپ را گذرانیده نتوانست. غلبه در بازی امروزه اگر گرچه به فایده سپر خاتمه یابد پس آنجا آنها اولین قدم ها را بهر دریافت نشان های برنجی خواهند گذاشت. تایم اوت نوبتی گرفته می شود. ما در مجمع ورزشی کاخ المپ اینجا بازیگران دسته سارو کمپانیا رو میبینیم. ادریس یوروف رو چند لحظه پیش به ما و شما نشان دادند که آنها نیز از تماشای چنین بازی جالب و دیدنی به نصیب نمیمونند. در همین فرصت گلی که بود از جانب نظیف خان نبی جانوف میبینیم که چگونه او با یک مهارتی والا آن را اجرا کرد. کوزیوف، نکروز، فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته امانتبانک. بیل متوجه میشن به همین امکانیت ضربه هم اجرا کرده می شود و اینجا ارکین احرامزاده خود را سپر می کند و توپ را برطرف می کند. اکنون فشار از جانب دسته امانتبانک بیشتر خواهد بود. بازیگران سپر باشد شاید در ادامه از عکس الهجوم کار گیرند. اونا باید همین حساب را نگاه دارند و همین هجوم که از جانب امانتبانک است باید آنها را برطرف هم نمایند. یک ضربه قوی دیگر اجرا کرده می شود. برطرف می کند اینجا آنتونیو رودریگو. کوزیوف، صابرجان گلیاکوف، امید کوزیوف. در چنین حالت‌ها از دست دادن توپ به فایده دسته
امانتبانگ نخواهد بود. ببینید که امید کوزیف که اولوبایسی در روزبان بازی کرده صورت از موقع خیش بیرون میشود و در چنین حالت اگر درست‌تر همین گونه توپ رو پرویز رحمتوف به جانب دروازه امانتبانگ زند پس کار کلا رنگ دیگر خواهد گرفت. زود عوض میکند اکنون اینجا کوزیف مرادالله علیکولوف رو تا او در خط حمله بازی کند تا باعث یک بازیگر اضافی به تیم خود کمکش رو رساند. نکروز پسیو به قفا امید تلاش میکنند بازیگران دسته امانتبانگ. حالا وقت هست در فوتسال حتی یک ثانیه میتواند تماشاچیان عزیز نقش بوریز گذارد و اکنون حساب 4-2 میشود و بازیگران سپر گل چهارم را به ثمر میرسانند و بالاتر گفته گذاشتم که یک اشتباه امانتبانگ به فایده کار نخواهد بود. اینجا گل را اقبال واسیزاده میزند اما اینجا آن تکنیکی که مسئولان اشتباه میکنند و نشان میدن که نکروز علی احمدوف گل زده است اما چنین نیست. نکروز بازیگر امانتبانگ است و گل را باشد اقبال واسیزاده میزند. حساب 4-2 به فایده دسته سپر میشود. یک دقیقه دیگر باقی مانده است. کوشش های نوبتی بازیگران دسته سپر. بازیگری که امروز در میدان فعال بود، بازیگری که امروز همه کار را برای سپر کرد، اخیراً هم دیدیم که گل چهارم تیم خود را به ثمر میرساند. باید به همین فرصت متوجه بشیم که یک حالت دیگری که برای اقبال واسیزاده بود آنجا موفق نشد. و اینجا چگونه اکنون همین حالت رو برطرف میکند مرادالله علیکولوف. سیف اولی در روزبانی امانتبانگ را میبینیم. تصور کنید با دو بازیگری که امروز به سپر کمک کرده نتوانستند، یعنی دو بازیگر کلیدی این دسته لیگانیرهای برزیلی، سپر توانسته است که امانتبانگ را شکست بدهد. و تصور کنید که اگر در بازی که در خود دسته اول آنجا دوئر میکنند این دو بازیگر به هیات برگردند پس سپر با امانتبانگ چگونه بازی خواهد کرد. امروز از سایت سپر تنها ما فاولی اقبال واسیزاده رو دیدیم. همین بازیگر همه کار را در میدان حل کرده است. باعث یک بازیگر کلیدی به هم دسته پاس میدهد، به هم دسته امکان گلزنی را تامین میکند و به همین ترتیب میتواند که غلبه دستش را نیز در بازی امروز تامین کند. بازی اول برای به دست آوردن نشانه برنجی در موسم امسال سوپرلیگ تاجیکستان ناید به فوتسال با حساب 4-2 به فایده سپر خاتمه می‌یابد. بازی دیگری دست در خوجند دوئر می شود و نسایت سپر گل ها را پرویز رحمتوف، اقبال واسیزاده، ارکین احرامزاده، نظیف خان نبیجانوف زدند. نسایت امانتبانگ باشد فریدون نعمتوف و صابرجان گلیاکوف و سلطان میرزویف گل ها را به ثمر رساندند. در همین جا با شما خیر خوش میکنیم. فریدون سفرزاده بودم که چنین بازی جالب دیدنی را با شما تماشا کردم. سیادمند پیروز و دوستداری فوتسال بمانید. خیر.